قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، حدیث نمبر 4 است. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا فیأکل منه طیر او انسان او بهیمة الا کان له به صدقه. ما من مسلم، هیچ مسلمان میگه نیست که یغرسو، که او مسلمان چی کار کنه؟ یغرسو غرسا، بشانه یک نهال را، او یزرع زرعا، یا زراعت بکنه یک زراعتی را، در یک جای یک چیز را، یک سبزی را، یک چیز خوب را میکاره و یا یک درخت را میشانه، فیأکل منه طیر، از اونمو درخت از او یا امو چیزی که او کشت کرده از امو زراعت از او میخوره، یک طیرون پرنده، او انسان یا یک انسان میخوره، او بهیمه یا کدام حیوان از او استفاده میکنه، الا کان له به صدقه، مگر این که در مقابل اونمو زراعت از او و یا در مقابل امو درخت کشانده بر از این صدقه و اجر است. یعنی از این ما و شما تو درس میگیریم که اگر یک انسان میخواد که صدقه جاریه داشته باشه و مردم از او استفاده بکنن و اجرش بر از این برسه، این یک جای مثلا زراعت بکنه زمین را و یا هم درخت بشانه که تا زمان مردم از او درخت استفاده میکنن و حتی حیوانات و پرندگان، بر از این چی میباشه؟ اجر و صدقه میباشه. و السلام علیکم و رحمت الله.